در دنیای امروز یک بیماری داریم که دردهای عضلانی در نقاط مختلف در فرد وجود داره. بیمار شکایت میکنه که همه جام داره درد میکنه، بیمار شکایت از این داره که انرژیش زیاد نیست، اشکال در خوابش اتفاق افتاده، روحیش به هم میخوره. این نوع بیماری رو به عنوان فیبرومیالژیا میشناسیم که گاهی با روماتیسم اشتباه میشه، برای همین به عنوان شبه روماتیسم یا شبیه روماتیسم میشناسنش. شبه روماتیسم از این جهت بهش میگیم که هیچ گونه آزمایشی که مؤید روماتیسم باشه توش وجود نداره که مثبت بشه، تمام آزمایشات نرماله. و از جهت اینکه پرزنتیشنش یا علائم شبیه روماتیسم به عنوان شبه روماتیسم میشناسیم. بیمار شکایت از درد داره، شکایت از خستگی داره، شکایت از اختلال خواب داره. اینها رو باید بشناسیم و درست درمان کنیم. خیلی هاشون درست شناخته نمیشن. معاینه صحیح، شرح حال مناسب میتونه بیماری فیبرومیالژیا رو برای ما مشخص کنه.